سخنگوی جنجال‌های انتخاباتی در کشور اندرس فوق راسموسن در کل ناتو اعلام کرده است برای روشن شدن ادامه مأموریت ناتو در افغانستان مهم است تا نتایج انتخابات در این کشور معلوم شود. آقای راسموسن که در بروکسل پایتخت بلژیم سخن میزد همچنان گفت نتایج انتخابات افغانستان باید برای مردم این کشور نیز قابل قبول باشد. این گفته‌ها در حال مطرح می شود که قرار است آینده مأموریت ناتو در افغانستان در جلسه روز پنجشنبه ناتو در شهر ولز بریتانیا مورد بحث قرار گیرد. سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی هشدار می‌دهد اگر تا امروز خواست‌ها و شرایط این تیم پذیرفته نشود از روند مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به صورت کامل بیرون خواهند رفت. فاضل سنگچراکی همچنان تیم تحول و تداوم را به بازی گرفتن روند انتخابات متهم کرده می‌گوید زمان گفتگوها به نتیجه می‌رسد که جانب مقابل به گونه صادقانه به گفتگوهای سیاسی وارد شود، اما دسته انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی مهمترین مانع در برابر این گفتگوها را خواست‌های فراقانونی تیم اصلاحات و همگرایی می‌داند. وزارت خارجه کشور میگوید تجدید نظر در مورد میزان کمک‌های سالانه نظامی به افغانستان و نحوه تداوم همکاری نیروهای بین المللی با نظامیان افغان از مواردی است که در نشست سران ناتو در شهر ولز بریتانیا از سوی حکومت افغانستان مطرح خواهند شد.